فقط توی 10 دقیقه. قول میدم یه بارم شده اینو درست کنی. به نام خداوند رنگین کمان. سلام از اولین ویدیوی من در آشپزخونه خودم. اینجا قراره با هم آشپزی غذاهای مختلف رو امتحان کنیم. اگه به پیتزا علاقه داری تا آخر همراه من باش و اگه دوست داشتی منو ساب کن و زنگوله رو هم بزن تا ویدیوی بعد که آموزش یک غذای ایتالیایی هست رو از دست ندی. همون جوری که روی متن میبینی اندازه غذا گفته شده. دوست دارم یکی از داستان‌های زندگیم که بخشی از منه رو براتون بگم. یادمه بچه که بودم زمستونا همیشه زود تاریک میشد. من از مدرسه که میرسیدم خسته و یخزده در رو که باز میکردم یه بوی خاص کل خونه رو پر کرده بود. بوی پیتزای مادر بزرگ همیشه یه ظرف بزرگ روی اجاق داشت پر از سبزی، گوشت، ادویه‌های مخفی که هیچ وقت لو نمیداد. من می نشستم روی چهارپایه کوچک کنار آشپزخونه صبر می کردم. اون زمان فکر می کردم این فقط یه پیتزاه، ولی حالا که خودم بزرگ شدم می فهمم اون غذا فقط شکم رو سیر نمی کرد، دل آدم رو هم گرم می کرد. امروز می خوام همون پیتزا رو دوباره درست کنم. البته به سبک خودم، با یه تغییر کوچیک. شاید مادر بزرگ اگه اینجا بود میگفت اینطوری هم بد نیست. وقتی اولین برش رو خوردم انگار دوباره بچه شدم. صدای خنده مادر بزرگ هنوز تو گوشمه. این فقط یه دستور غذا نیست، یه تکه از زندگیه. به نوبت همونجوری که میبینی اول پیاز، بعد فلفل دلمه‌ای و بعدم قارچ و مرغ رو میریزیم و بهش اضافه میکنیم. البته اون حجمی که از فلفل، زردچوبه اینا میریزیم بستگی به اندازه غذاتون داره، نه بیشتر نه کمتر. یعنی نمیشه کامل گفت که چه حجمی رو باید بریزی. مثلا من عاشق فلفلم، دوست دارم که غذام تند باشه، پس فلفل رو بیشتر میریزم. بعد از این که غذامون رو به خوبی تفت میدیم و میذاریم که قارچ آبش خشک بشه و گوجه هم خیلی مهمه که بذاریم که آبش کاملا خشک بشه تا پیتزامون آب نیفته یا مواد از روی پیتزا نریزه.
این تعداد از موادی که دیدیم من درست کردم اندازه 7 نفره، یعنی 7 تا پیتزا میتونیم درست کنیم.